سرویس کولر LG کامل باز شده، قطعات تیکه تیکه شسته شده و کندنسر هم همچنین شسته شده. حالا میتونیم همه رو کلا مونتاژ کنیم. فیلم بعد مونتاژش هم براتون میذارم. خب خود شاسی دستگاه رو میذاریم و بریم سراغ قطعه بعدی. قسمت بلوور و فن و همچنین بورد دستگاه نصب شد. حالا میریم برای قسمت بعدی. اواپراتور هم نصب شد. قسمت قاب فن، بورد و بلوور فن. بریم برای قسمت بعدی. خب قسمت ناودون هم نصب شد.